شهر دید. این اتوبوس‌های قرمزش هم که خیلی جا من دوست داشتم ببینم توی شهر ریخته بود. یه چیز جالب دیگه که توی شهر نظرمو جلب کرد این یونیفرم خیلی از بچه‌هایی بود که می‌خواستن برن مدرسه و جای دیگه. خیلی به نظرم توی یونیفرم دقت می‌کردن و خیلی براشون مهم بود. جزء چیزایی که خیلی روش فریک بودن که حتما بچه‌هاشون یونیفرمای خاص و شیکی داشته باشن. من اینو کمتر دیده بودم واقعا تو بقیه جای دنیا. این سمت راستم که داشتم میرفتم از این کوچه، این یک کتابخونه ملی بود که این بیرونش رو شبیه کتاب درست کرده بودن. خیلی باحال بود. این با جای تلفنم که معروفه دیگه، اینا کشته میده اینجا توی لندن، چون اینفلوئنسرها برای بعضیاشون، برای اونایی که ویو خوبی داره پشتش، صف میبندن و کیلومترها ساعتها بعد با هم دعوا میکنن، تایم بندی میکنن. مثلا شما 30 ثانیه وقت داری عکس بگیری ولی دعوا میشه. خلاصه اونم واسه خودش یه معضلیه. به نظرم به طور کلی لندن شهر پیاده رویی بود، یعنی که توش پیاده روی زیاد میشد کرد. توش پیاده روی میشد کرد